آخرین آیه سوره فجر امام صادق فرمود آیه درباره حسین ماست. لذا سوره فجر امام صادق میفرماد یه اسم دیگرش پیش خدا سورة الحسینه. اون آیه آخر چیه؟ اون وقتی که امام لحظه جدا شدن روح مطهرش از بدن ملکوتیش بود، اون لحظه فکر میکنید ملک الموت چجوری جان ابی عبدالله رو گرفت؟ امام صادق میفرماید وقت جان دادنش خدا به ملک الموت اجازه نداد فرود بیاد و بره بالا سرش و روحش رو قبض بکنه. پس چجوری روح ابی عبدالله قبض شد؟ یعنی از بدن آزاد شد. چجوری؟ امام صادق میفرماد خود پروردگار با صدای خودش تو گودال به حسین ما گفت یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. حسین من بیا پیش خودم. من که حقیقت این آیه رو نمیفهمم، نمیدونم یعنی چی. اینو خدا بهش میگه ای نفس با آرامش. آرامشش چی بود؟ یعنی آدم جلو چشمش 17 تا از فرزندان و اهل بیتش رو سر ببرن آرامش داشته باشه. آرامش ابی عبدالله این بود که تمام این کشته ها رو تقدیم به پروردگار کرده بود، خدا هم ازش قبول کرده بود، اضطرابی نداشت.